حدود 800 نفر از شهروندان تاجیکستان در نزد بینای نمایندگی ریاست مهاجرت وزارت کارهای داخلی روسیه در دوشنبه برای سپاریدن اسناد به خاطر رفتن بر روسیه جمع آمدند. این شهروندان تلاش دارند از طریق برنامه پرسلنیه یا مهاجرت با اهل عائله‌شان بر روسیه روند. این برنامه از 22 یونی سال 2006 فعال است و برای مهاجرت شهروندان سابق اتحاد شوروی بر روسیه پیش بینی شده است. در تاجیکستان بعد تغییر ساختاری در مقامات روسیه چند ماه بسته بود. امروز روز اولی کاری آن بعد توقف چند ماه است. چند ساعت است اینجا هم. انبوه مردم را خودتان مشاهده دارید. امکانی در آمدن نیست. مردم تلاش خود را برای گرفتن حقوق زندگی در روسیه نبود جای کار در تاجیکستان میگویند. قابل جان تورامرادوف ساکن ناحیه شهر نو میگوید در رویخط خدمات مهاجرت روسیه در دوشنبه 675 نفر نامنویس شده است. یک سال شده نامزد کردیم. میخواین که رسیه برین؟ ما میخوایم با پروگرام این چیز پرسلین رسید براییم. چرا میخواین که رسیه برین؟ مقصد ما اونجا کار کردن، اونجا زندگی کردن. تاجیکستان چی کار میکردید؟ تاجیکستان ما زواد آلومینی تالکو کار میکنیم. بعد حاضرم کار میکنید؟ حاضرم کار میکنیم. و اونجا با چی با پول معاشتون کم است که میخواین رسید؟ معاش حاضرش و میشد برای رفتن در کار آینده با. برنامه دولتی روسیه پرسلنی یا کوچبندی در ابتدا برای برگردانیدن اهالی روس زبان از کشورهای شوروی سابق تمرکز میکرد و حالا اساساً برای تامین منطقه‌های تشنه متخصص و نیروی کاری در روسیه ادامه دارد. آنچه مردم را به ترک وطن مجبور میکند وضع بد اقتصادی در تاجیکستان است. زیاده از 55% از شمار عمومی عرضه دهندگان به همین سبب میکوچند. حالا بیکارم. میخوام در روسیه کار و زندگی کنم. چون که در اینجا موفق نشدم. مشکل است. معاش کم است. زندگی کردن غیر امکان است. بنا به آمارها به استثنای تقریباً 1 میلیون روس زبان که بعد سقوط شوروی از تاجیکستان بر روسیه کوچیدند، در 20 سال اخیر از 300,000 تا 500,000 نفر از شهروندان تاجیکستان صاحب شهروندی روسیه شدند. در همین حال میان ناظران منظره تجمع مردم در نزد بینای نماینده ریاست مهاجرت وزارت کارهای داخلی روسیه در دوشنبه کسانی بودند که تلاش ترک کردن تاجیکستان را جانبداری نمی‌کردند. این از یک جهت خوب است، لیکن از جهت دیگر باز طرفی بدش هم هست. مثلا با من سوال دادن در دیگر جای که همین مسئله از وطن رفتن رو من خیلی میبینم. من در این سوال اونها پاسخ دادم که این معنای اون رو دارد که مثلا شیفری خونه من آبش میچکد. من به خونه همسایه میروم، میگم که همسایه من در خونه تو یک 10-15 روز ایستم، تو هم شیفری خونه من ساز شده نه. لیکن من سوز نکردم. شیفری خونه ما رو کی سوز میکند؟ سال یکم یک قطره آب میچکید، سال دوم از 2 جوش آب میچکد، سال سوم از 3 جوش آب میچکد، سال چهارم کلیشم چپا میشود. یعنی من این استادی دانشگاه بر این نظر است که اگر کسی میخواهد شهروندی کشور دیگر را بگیرد باید از شهروندی تاجیکستان محروم شود.